حقوق‌های عمومی و جدا نشونده. پرینسیپ اونیورسالی حقوق انسان پایه‌دیوار حقوق بین المللی آید به حقوق انسان می باشد. این معنای آن را دارد که همه ما برابر دارای حقوق‌های انسانی خود هستیم. این پرینسیپ که بار اول در اعلامیه عمومی حقوق بشر اعلان کرده شد، در کنونسیا، دکلاراسیا و رزولوسیاهای بین الخلقی ساحه حقوق انسان افاده یافته است. حقوق‌های انسان دخل ناپذیرند. هیچ کس نباید از حقوق محروم کرده شود، به استثنای حالت‌های علاهیده و طبق ترتیب مقرر نموده قانون. مثلا حقوق به آزادی را میتوان محدود کرد به شرطی که اگر سود شخص را در صادر کردن جنایت گناهکار اعتراف کند.